دادگاه شهر خاروق عبدالله بک قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزگلومی را برای دعوت به افرادگرایی طریق اینترنت به مدت 5 سال و 2 شاگردش را به 4.5 سالی روانه زندان کرد. نزدیکان قوتبیکوف حکم را ناعادلانه خواندند. یک منبع از دادگاه خاروق روز 7 سپتامبر به شرکت ذکر نکردن نامش گفت 2 تن از شاگردان او نیز به 4.5 سالی زندان محکوم شدند. به گفت او امامالدین علیف و نظرالدین شکوروف همدیگان عبدالله بیک قوتبیکوف بودند. مولوی عبدالله یزگلومی با درخواست مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان نیمه ماه ایون در دوشنبه بازداشت شده بود. قوتبیکوف برادر عبدالله بیک روز 7 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت در دادگاه او حکم را ناعادلانه خواند. در سخن آخرش گفت که فقط برای دولت و کشورش خدمت کرد و وقتی پرزیدنت گفت که جوانان دانشجو از ایران آورده شوند 10 نفر با تشویق او برگشتند. در معرکه دعوت جوانان به ارتش جوانان دیگر را دعوت میکرد که به خدمت روند. او گفت که نخود برای 2 نوار خدمت‌های دیگری او را به نظر نگیرند و زندانیش کنند. گفت قوتبیکوف برادرش گفت که از حکم دادگاه به زینه بالایی شکایت خواهند برد. عبدالله بیک قوتبیکوف مولوی عبدالله یزگلومی روز 8 ایون امسال همراه با برادرش عزتالله قوتبیکوف در دوشنبه دستگیر شد. گفته میشد هنگام گفتگو از خانه آنها در دوشنبه تعداد ادبیات مذهبی و همچنان $80,000 پول نقد یافته با خود بردند. نزدیکانش گفتند این پول سه بود که آنها از ونج برای فروش به پایتخت آورده بودند. برادر مولوی عبدالله یزگلومی را پس از 1 هفته رها کردند. خود او را به مرکز ولایت بدخشان بردند. مولوی عبدالله یزگلومی زاده جماعت یزگلوم نویه ونج بوده. در این نویه از اعتبار خاص برخوردار است. نوارهای زیادی از موعظه های او در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است، ولی معلوم نیست که کدام از آنها را مقامات دعوت برای افرادگرایی عنوان کرده است.